الله عزیز. نتیجهش چی بوده در زندگی ابوبکر؟ چه بوده رضی الله عنه؟ وقتی که رسول الله گفت صدقه بدید، ابوبکر کل زندگیشو گذاشت اونجا. نگاه تو چشم ابوبکر کرد، گفت تو خونه برای زن و بچت چه گذاشتی؟ گفت ترکت لهم الله و رسوله، برای زن و بچم خدا و رسول خدا گذاشتم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یک قافله 700 تا شتر رو یک جا در راه خدا در مدینه انفاق کرد و گفت که من میخوام روز قیامت دوان دوان وارد بهشت بشم. الله عزیز، بهشت عزیز، رضای خدا عزیز. هر چیز عزیز و دوست داشتنی رو فدای الله بکنید و هیچ موقع به غیر الله قسم نخورید به عنوان دوست داشتنی و عزیز. بعضی موقع بعضی مسلمان ها میخوان قسم بخورن، میگه سر فرزند عزیزم، جان مادر عزیزم که دوستش دارم، مادر سرطان میگیره، فرزند سرطان میگیره. بچه و زن و مادر رو عزیزتر از خدا نکن بهش قسم بخورید. قسم فقط به الله، والله بالله تالله. هر عزیزی عزیزتر از خداش کردی، همون سبب رنجشت، سبب دور شدنت از خدا و سبب درد و رنجت و گرفتاریت در دنیا می شود. قسم فقط به الله، نذر فقط به الله، سوگن فقط به الله، قربانی فقط برای الله، هدایت فقط از الله طلبیدن، شفا از الله طلبیدن، اولاد از الله طلبیدن. با گل خوردن و نمیدونم پارچه باز زدن کسی بچه دار نمی شود. اذا مرضت فهو یشفین، ریشه همه اعتقادات خوب تو قرآنه. اذا مرضت فهو یشفین، اگر مریض شدم اون طبیب منه، اون منو شفا میده. مسائل اعتقادیمونو درست بکنیم. الله عزیز. ابراهیم گفت چه ثمراتی به همراه داشت. الله عظیم. اون قسمت الله باید دوست داشتنی باشه تا دلت فقط متوجه الله باشه. هرچی که الله میپسنده و عزیز نزد الله و دوست داشتنی است. اگر پیش تو هم سخته، باید تابع خودت تابع الله بکنید دلت و اون را بپسنده.